در زندگی چرا تنهایی را انتخاب کردید؟ تنهایی به شما چی داد؟ تنهایی به من خودم را داد. من در تنهایی خودم را یافتم، خدا را یافتم، کلام خدا را یافتم. من در تنهایی صداهای را از میان 4 دیواری مستحکم و تنها یافتم که هیچ وقت نمیتوانستم گوش اندازم. صدای دلم را شنیدم، ندای آسمان ها را شنیدم، صبر را مختم، وفاداری را مختم و از همه مهم از دروغ و شکست و خیانت یادمان دور شدم. گاهی تنهایی بهتر است از حضور کسایی که در کنارشان خودت را تنها تر از هر کسی احساس میکنی.